سلام علیکم دوستان عزیز، برادران مهربان. چه خیلی که دیده بودین یک دو ماه پیش نمی خونه را رکلام کرده بودین، گفتیم فروشی در 50000 اینجا برادرای توجی خریدینش. نمی ده چرا این اول حشر اومدن. این امیرا گنده فریب کردن، گفتم که بچه‌ها اوشا بخزن بیاین، همشون اومدن. اینا نگاه کن اوشا بی ای گوشتاش بگیرین، ای گوشتاش. اینا خیر موندوی کور بچو. این همی دو اوقات این همی کار میکنن اوزی. کروز شما واردم بگو. او کروز ایک جو. اینا همی قچی واردی با. بیا این زیوتی ایتون. مرغ؟ سول چختا. ساگای با گاو میزنه ایرا بیا هوا دورا. اینا تراکتور آوردیم اینجا. ای خیلی مبارک شو. امید خونه اینا خاکی خونه نیست، دچه یک بعد فایرود میکنیم مقصد نصوص شاشیک پاشلیک. این امیره بی گاوز است. چی میگی؟ اکای فایزالی اینجا باش. اینا بچه های توجیک هم اینجا جمع شده. اینجا حشره. اینا دوستان عزیز کسی که خونه میگیره یگان دچه پچه میگیره یا مرامت نمرو ما اونو زنگ بزنه میریم و کسایی بچه‌ها میگیریم حشر میریم. اینم دو تا اوقاتی کار میکنیم، دو تا 5 لیتر کاتی کار میکنیم. زنده باشین. شون گوسفند داره، بز گوسفند گاو داره. اینجا علفورا تراویده سه خونه شو میبرم. اینا وایرون کردی تو. السلام علیکم دوستان عزیز. کسی که در شهر مسکو حجتاش بود شده میخواد گرین سپیس کنه اما نمیدونه که به کدام شرکت زنگ بزنه. ما به شما شرکتی بهترین توصیه میکنم که این برادرای توجیک طولی چند سال میشه که با مردم کار و فعالیت کردن. شرکتی تجک ترانس ان شاء الله با خواست الله شما را ساق سلامت برده میارن. و انا گفتن اون که کادو میره که حجتاش پیش بود شده گرنه که پراسوچکا بسیار داره. ان شاء الله شما را همین برادرها ساق سلامت برده به یگان پرابلم میارن. با این رقم ها زنگ بزنید. حاجی معروف اینای کوچکار بیت من سلام بگین. ساق سلامت رفته، ساق سلامت بیاین. زنده باشین.